دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، قسمی که شما در جریان هستید، ما کمک‌های زمستانی را بر مستمندترین فامیل ها میرسانیم. امروز در خانه یکی از خواهرها آمدیم و چند قلم موادی که است، هارد است، روغن است، برنج است، لوبیا است، دور است، برنج شوله‌ای است، ماش است، مایع ظرفشویی است، پودر است، سیر آوردیم و این خواهر ما از زبان خودش میشنویم مشکلاتشان بسیار مشکلات حاد است و شوهرشان فکر کنم که سکته مغزی کرده باشه. خواهرجان سلام علیکم. سلام، خوب هستید برادر؟ چه دارین؟ خوب هستید؟ میشه که درباره شوهر تا بگوین که چی تکلیفش پیدا شده؟ دیگه تقریبا 4 سال فتره دیگه بسیار در کار باری گپاش نبود، سر اعصابش فشار آمد، سکته مغزی کرد از جگرخونی. دیگه نیستی ناداری بسیار زیاد آمد، بسیار یک انسان غیرتی سکته مغزی کرد. دیگه فعلا نه دیگه از یک شک فلج شده بود. دیگه زیر تداوی است که حالا دیگه دانه شکست شده. دیگه هوای دانش میره و دستک حرکت نداره. دیگه زیر تداوی است. از دوستا کمک هستیم. ولی از شفاخانه میال آمدم، در شفاخانه مسکینیات در 500 فامیلی یکی از دوستا اونجا کمک کردن برای ما کوفیجه ببرین که اگه دست پایش حرکت پیدا کنه که نانآور خانه است. ما دیگه کمکگر کسی چیزی نداریم. از خودم دیگه 3 تا دخترکایم از مکتب هستن. دیگه 2 تا بچکایم است. زنده باشیم، زنده باشیم. مشکلاتشان چی گفتن دکترها؟ دکترها گفتن از تشویش بسیار زیاد کردن، بسیار تشویش کردن، از قسمت هم یک سمت اعصابش فلج شد از خاطر جگرخونی. دیگه خدا دیگه امکان تداوی در صورتی که تداویش منظم شود و پیسه یک ذره زیاد ضرورت است، چون وضع اقتصاد ضعیف است، نکدام مال صحیح چیز است که بفروشم تداویش کنم. دیگه او را امروز یکی از دوستان لطف کردم که میر معاینات چوجه میکنم، آدرس دادن اجاره بسیار زیاد تداوی کردیم. گفتن امشار دست پاش خدا مهربان است، گفت یک کمک میکنیم، یک چند روپیه مندازیم با تداوی شود. دیگه سپرد به خدا، توکل خدا به خدا کردیم، ببینیم بیادر جان که چی میشه. امیر از طریق باران رحمت به شما برادرها خواهرها کمک کرده بودن، امیر ما به شما رساندیم. زنده باشین، خداوند برکت بده. به یاد خدا باشین، خداوند کارتان نکنه. زنده باشین. چی گفتنی دارین به کسایی که کمک کردن؟ ببین یک جهان تشکر میکنم، نماز میخوانم، در 5 وقت نماز باشه دعا میکنم، تهجد میخوانم. زن است که زن مسلمان است، 5 وقت در وقت نماز وظیفه میکنم، دعا میکنم براشون. خداوند کمشان نکنه. دوستان عزیز، امیدوار هستم که فامیلای مستمند شما از کمک‌هایتان فراموش نکنید. بله، من تا از کمک‌هایتان دیگه من فراموش نکنیم، من بسیار به کمک زیاد ضرورت دارم. دیگه نه کس را میشناسم، نه کمک‌ها بیام که هیچ کس طرف خانه ما تا دور نمیخوره تا که نشناسیم کس را. دیگه نمی خواهشم از که کمکتان برام دوامدار تا جریان بتین، بسیار خوش میشم. از دوام هیچ وقت
خالی نمیمانه، مستفید میشن از دوایتان میکنم. خداوند این برکت بر تو فعلا نمی رسانیم ان زنده شاءالله باشی. کسی کمک کرد باز ما خدا خیر بتیتم، جهان یک جهان تشکر بیادر جان. عزیزان، قسمت که ما گفتیم باران رحمت آورنده لبخند بر لبان هموطنان مستمند است. تا برنامه بعدی شما را به الله می‌سپارم.